بوی بد فاضلاب رو با روش‌های خونگی خیلی راحت از بین ببرید. بوی بد فاضلاب میتونه از آشپزخونه، توالت و حموم یا هر جای دیگه به مشام برسه که باکتری‌ها و قارچ‌ها باعث این بوی وحشتناک داخل لوله‌های فاضلاب میشن و برای از بین بردن اونها راه حل‌های مختلفی وجود داره. بوی بد فاضلاب نشان دهنده نشت گاز سمی سولفید هیدروژن یا گاز فاضلاب به داخل منزله. این بو میتونه دائمی باشه یا فقط در زمانهای مختلفی به مشام برسه. میتونه بسیار غلیظ باشه و یا بوی رقیقی داشته باشه. همانطور که شما هم احساس کرده باشید این بو میتونه بوی شبیه به بوی تخم مرغ گندیده یا ماهی یا لاشه گندیده باشه. میتونه در آشپزخونه، توالت و حموم یا هر جای دیگه ساختمان به گوش برسه. ساده ترین راه برای رهایی از این مشکل استفاده از محصولات تمیز کننده تجاریه. با این حال اونها هم دو ضرر مهم دارن. اول اونها لوله ها رو تمیز میکنن، اما اگه به طور منظم استفاده بشه باعث پوسیدگی لوله کشی منزل میشه. علاوه بر اون گازها و بوهایی رو رها میکنن که تنها افراد خاصی میتونن اونها رو تحمل کنن. اونها به طور خاص برای افرادی که آلرژی یا آسم دارن تاثیر منفی داره. حالا بهتون 4 ترفند برای خلاص شدن از بوی بد فاضلاب آموزش میدیم. روش 1: آب با سرکه و جوش شیرین. تنها چیزی که برای این روش نیاز دارید نصف لیتر آب گرم، کمی سرکه و جوش شیرینه. آب رو به کاسه‌ای به همراه 200 میلی لیتر سرکه اضافه کنید. 100 گرم جوش شیرین اضافه کنید. میبینید واکنش‌های شیمیایی رخ میده. بنابراین سریعاً مخلوط رو در فاضلاب بریزید. بعد از نیم ساعت 1 لیتر آب جوش بریزید و منتظر بمونید. روش دوم با استفاده از نمک، یخ و لیموه. میخوایم بوی بد فاضلاب رو از بین ببریم و دستورالعمل چیز دیگه ایه. از یخ و نمک برای از بین بردن پسمانده های مواد غذایی که در فاضلاب گیر میافتن استفاده کنید. چطور؟ آسونه. تکه های یخ رو به اطراف بریزید و نمک رو به داخل لوله فاضلاب بریزید. هر چقدر نیازه تکرار کنید و در نهایت مقداری پوست لیمو رو اضافه تا بوی مرکبات بده. روش بعدی حذف بوهای بد با آب و مخمره. این ترکیب معمولا نتایج بسیار خوبی داره. تنها چیزی که نیاز دارید 1 مخمر نان و آبه. 1 فنجان آب رو به جوش بیارید. 1 بسته مخمر رو اضافه و بذارید حل بشه. این مخلوط رو در فاضلاب آشپزخونه بریزید و بذارید تمام شب بمونه. این ترفند ساده و ارزان نیز میتونه در حموم و رختشویخونه به کار بره. و ترفند 4: جوش شیرین و سرکه سفیده. این مشابه گزینه اولیه که بهتون معرفی کردیم، اما فرآیندش کمی متفاوته. 1 فنجان جوش شیرین رو زمانی که خشکه درون فاضلاب بریزید و مطمئن بشید تازه بسته جدیدی رو خریدید. 1 ظرف کوچیک سرکه سفید اضافه کنید که بلافاصله شروع به فوم میشه. بعد از 5 دقیقه کمی آب به پایین سرازیر میشه. این مراحل ساده هر گونه بوی بد رو از فاضلاب آشپزخونه‌تون از بین میبره. در نهایت ایده خوبیه که گام‌های مشخصی برای اجتناب از بوی بد در فاضلاب آشپزخونه‌تون بردارید. اساسی و بنیادی ترین توصیه اجتناب از شستن هر گونه مواد باقی مونده در فاضلابه. همچنین صابون‌های ویژه‌ای که برای شستن ظرف‌ها به کار میره میتونه باعث ایجاد چسبندگی غذا به لوله بشه. شگفت زده میشید. بهترین راه برای جلوگیری از وقوع این اتفاق به پیروی از برخی مراحلی که بهتون گفتیم و استفاده از جوش شیرینه. همونطور که میبینید داشتن یک آشپزخونه با بوی خوب غیر ممکن نیست. از حالا به بعد شما دیگه هیچ بهانه‌ای برای فاضلاب کثیف ندارید. فقط چند دقیقه وقت بذارید تا بوهای بد رو از بین ببرید.